کدام سوال اگه باشه در کیوری اپلیتی میتونید. سوال در تاریخ 2013 مثلا باشه در دیوان باید کلش ترتیب رو با 2015 چیش میکنی؟ 2013 است مکمل. خب درست کاش کنی. نه استاد، مایش استاد، مایش هم بیشتر میکنیم. دوره قبلای که استفاده میکنیم. تاریخ 2013 سال 2013 است. شما میخواهید که چی شود؟ کلش به 2015. کلش به 2015. همی 2013 با 2014 تبدیل شد. خوب سوال است. اینجا که پایین در کرایتریا لایک میمانه و در بالا لایک نمیمانه. صحیح است؟ دلتا لایک منی و دلتا لایک نمانی. چرا که این کرایتریا است، در کرایتریا ما شما شرط میتونم و اینجا که است اپدیت تو لایک اپریتر نمیمانه. صحیح است؟ اینجا یک چیز دیگه است. یا اولی بفهم خیلی میشه. اگر شما دیده باشی هر وقت که ما امی اپریتر میتونم گریتر مساوی چی ایکوال در چی میشه؟ در کرایتریا میشه. این هم یک چی است؟ کرایتریا است. در چیز در لایک این هم یک اپریتر است. یعنی لایک اپریتر اینجا میمانه مگر اینجا نمیمانه. خب این مسئله چطور حل کنم؟ این خود سوال است باید حل شد. سوال است باید چی شود؟ حل شد. یکی چطور حل شود؟ سر کار میکنم. ما شما چی میگفتید؟ نه خود 2014 خود نمیشه. چرا که او خود تاریخ است. تاریخ ماست، منت ماست، سال ماست. صحیح است؟ تو کسم نمیشه. این اول فرمت باید بکنی. اول باید چیش بکنی؟ فرمت بکنی. بعد از چی میشه؟ خب خیر میشه، مشکل نیست. او شما کار کردی کار نداره. صحیح است؟ امکان داره خیره. خب هر کار میشه. اینطور نیست که نمیشه. خب اینجا ما میایم اییر به طور مثال دبل دات فرمت. خب اول میبینم که خب این خود چی است؟ صحیح است. تبدیل کنیم. حالا اینجا ما میایم از تیبل EMP. اینجا ما میایم اپدیت تو به 2014 کدام که 2000 است؟ 2013 است. خب is not available. Name make sure that doesn't include a very greater opposition and data is not too long. خب خیره. hire date اینجا آمدیم چی هستن؟ y shape run.
خب 2013 و 14 باز میام اینجا اد डबल क्लिक अपडेट क्वेरी हर डेट पर 2014 ये मिनट चार्जेस तक है ना 2013 अपडेट शुड चरा जीरो निशान दاد 2013 बार ची तब्दील सो 2000 अपडेट टू 2014 و این چی هستیم کانورت کن بذارش یه فانکشن با کار بخوام دیت تقاف 2013 این فانکشن که چی هست و شما نمیفهمید که پای پسند بر شما نمید که چرا این فانکشن میای و چرا اپدیت نمیشه دوباره از امیال گپ میدارم اول باید کار چی شو خوب سی دیت خاص 2014 خاص 2013 چرا؟ خیر علم نشد خوب convert byte integer long count convert str 2011 source convert str course 2011 خاطی data type message convert integer course 2014 شام و convert integer course 2013 شام 2013 وصرا خو ابدیت شد خو صفر نشد نه یمن نه ډیر ضروري ده پرونه نه خیر درس پاس دا ډیر مهم ده ښا دلته اوس په دې کې موږ فانکشن کار کوو ګوري دا ول اپډیټ کیږي نه چیرې اپډیټ نه میشه دی باندې تاسو باید کوشش اگر ایرا ما پاک کنم ببینی خب ما میام اینجا با سلکت کردم هیچ هست 2013 مگر اصلا دیتا پیجی چی است دیت است صحیح است علی اونجا که شما 2013 نوشته میکنید در کرایتریا آقا خو نمبر ده کنه پوش بندی و شما اینجا یک فانکشن ضرورت داره که یک فانکشن کار شو که با دیت تبدیل بکنه مثل که ما پیشتر بر شما کار میکنیم خب دادا مثلا یعنی تاسو ته کوم نه نه نسی که تاسو سوال پیدا نشي دا اول نه اپډیټ کی کار خو ده کنه طریقه څه ده اول نه اپډیټ کیږي ډیټا ټایپ از چی است ډیټا سو ډیټا ټایپ از چی است اوس به کار بل پیو کوم کریټ پیری دا به اډ کو نه نه پارامتر خبر نه ښه خب ای آماده هم این جمع میم اپډیټ خب تو ایس دا ګوري فانکشن دې ته کانورژن فانکشن وایي چی ورته وایي د می وخت په کار می مثل که یعنی ما باشه کار میکنه کانورت میکنه از یک دیتا تایپ به دیگر دیتا تایپ چی میکنه کانورت میکنه خب کانورت بولین کانورت دبل کانورت کاراکتر weak integer long history count string user convert data دا فانکشن کار کو خود 2014 قوس قوس cv data قوس 2013 خیر دا بذار تبلیغات وکم خو کیږي ښه ان شاء الله ما شام سرچ کار میکنم نو سبا چرته کوم دا په دې فانکشن باندې کیو فانکشن مدد پیدا کوم امروز بدون از فانکشن نمیشه بدی ان شاء الله یو فانکشن میگه تا کار کو خیر دیگه کدام سوال اگه کدام سوال شما داشته باشید درباره این کار کردی سرچ کولش خب امروز فانکشنی که است چطور چی کویری کراش تاب کراش تاب کویری هم مثل که کویری گروپ بای بود مثل که چی بود کویری گروپ بای بود
ای به خاطر ای راپور استفاده میشه. البته راپور چی قسم؟ راپور منتلی، راپور ایرلی، راپور از منیجر مثل که در گروپ بای بود. خب اینجا بعد شرایط است. در گروپ بای کدام شرایط بود؟ اونجا بود اول یک کالم باشه که گروپ شود و یک فانکشن ضروری است. یک کاونت یا سم هر چی که بود. صحیح است. می هم کدام چی است؟ یک چند شرایط است. خب ببینیم. اول خب اینجا ما میایم ما میایم کریت، اینجا میایم تیبل اد میکنیم. خب اگر شما متوجه باشید در گروپ بای ما تمام تیبل پایین نمیاریم. خیال میکنم چرا که او خود رپورت وقت رپورت کلش چیزا نمیاره. ما میخوایم که اینجا جاب بیارم و بعد از جاب به طور مثال دیت میارم. صحیح است. بعد از به طور مثال سالری آوردم. برای کراشتاب کیوری 3 کالم ضروری است. زیاد میشه پروانه داره. 3 کالم ضروری است. حد اکثر 3 کالم. چرا 3 کالم؟ وقتی که شما بالای کراشتاب کلیک بکنید اینجا ببینید این نشانی چی آمد؟ در کراشتاب 3 آپشن شما دارید. رو هیدینگ، کالم هیدینگ، ویلیو. چند چیز دارید؟ این گروپ بای پیش از پیش آمده. صحیح است؟ اگر شما اینجا کلیک میکنید این رو هیدینگ، کالم هیدینگ و ویلیو. رو هیدینگ برای کدام کالم یا برای کدام کالم باشه، کدام که شما میخواهید که گروپش بکنید. کدام که میخواهید گروپ بکنید. حالا به طور مثال ما میخوایم که می جاب گروپ کنم. گروپ چی بانه؟ کلش منیجرها یک جای شود، کل درایورها یک جای شود، این گروپ کنم. خب هر دیت میخوام این در کالم هیدینگ باشه. کالم هیدینگ چی مانه؟ اینجا عنوان باید باشه بالا، مثل که جاب، هایر دیت، سالری، ای باید کالم هیدینگ باشه. چی که ببینیم ولی باز میفهمیم. خب و سوم که است ویلیو برای کدام کالم میای، کدام که کاونت میشه، جمع میشه، یعنی دیتا تایپ چی باشه، نمبر باشه. ما میام این را سم میکنیم. اینجا باز ما سالری میگیرم، اینجا باز این را سم میکنم، این را چی میکنم؟ ویلیو. خب کاونت. یک کپ در کراشتاب رو هیدینگ هم ضروری است که شما باید استفاده کنید. کالم هم چیز ضروری است. ویلیو هم ضروری است. ویلیو و کالم یک بار استفاده کرده میتونید. مگر رو هیدینگ که است ایرا زیاد استفاده کرده میتونید. ما میایم اینجا که ایرا خب ویلیو یک بار استفاده کردیم باز نمیایه. این باید چی باشه؟ رو هیدینگ باید باشه. چی باید باشه؟ رو هیدینگ. اول ما این رن میکنم. ببینید. خب جاب گروپ شده. دوباره کی گپ میزنم؟ چند نفر است؟ 2 نفر. صحیح است؟ این کماش میگیره به این تاریخ دادی به طور مثال. صحیح است؟ و دیگه کی است؟ این کماش میگیره. الان من میخوام که اینجا نامش نباشه، تاریخ نباشه. بجای تاریخ نام از کس بیه. چی بیه؟ پلانیم. بعضی کس ها در گروپ بای از ما سوال کرده بود که ما میخوام که اینجا نامشون باشه. صحیح است؟ نماهایش معلوم شد. حالی او در ای پر شما میاد ببینید. ادمین چند نفر است؟ 2 نفر. یک جواد است، ماش چند است؟ دیگه کی است؟ عثمان. دیگه کدام کس است؟ دایرکتر یک نفر است. این سهیل است که ماش است. دکتر هم یک نفر است. کی است؟ زبیر است. منیجر 3 نفر است. یک این جمال است. کمال است که ماش میگیره و این هم دیگه هیچ کس. حالا این که است این نام ها ما در کالم هیدینگ آوردم. این کالم هیدینگ. این نمونه با چی کراله؟ با کالم هیدینگ کراله. و در رو هیدینگ چی آمد؟ جاب. چرا جاب؟ بخاطر که چی شود؟ گروپ میشه. این چی میشه؟ گروپ میشه. صحیح است؟ رن میکنم. این خلاص شد. باز میره کلوز میکنم. کلوز شد. این دیلیت میکنم. یک تیبل دیگه جور میکنم که او هم دمی کراشتاب کار شو و یک تیبل باشه که یک مثال خوب دمو بیه که شما کلش شوی بفهم. خب میان چی باشه؟ student name است، father name است، program است،
هو فیس است دیگه صحیح است این بالا تیبل دمی علی کریم سلیم اسد وحید جمال عبید اکرام کمال نعیم خب برای یک پدای ضرور ما داریم چرا که وقت ضایع میشه پروگرام आता مثلا دی آی تی است سی آی تی است دی ای ال است دی ای ال دی ای ال دی آی تی دی آی تی سی آی تی سی آی تی سی آی تی ये हम फिश خب کلیک میکنم ما میخوام که نام شاگرد بیارم و اول پروگرام میارم چرا پروگرام میخوام چی کنم گروپ شد نام شاگرد اینجا بیه فیش اینجا بیه خب وقتی که ایرا چی میکنم کراس تاب این یک گروپ شد ایرا دا رو هیدینگ چرا بخاطر که ایرا ما چی میکنم گروپ میکنم ایرا دا کالم هیدینگ و ایرا دا ویلیو مگر ای چی میکنم سم صحیح است فیش باز میگیرم این اول بار که شما سم میکنید سم نمیشه این اصلا بخاطر امی ویلیو است بخاطر چی است ویلیو وقتی که شما ویلیو گرفتید در اونجا شما یک فانکشن باید بگیرید شما میخواهید اگر سم بکنید این شما بیاید باز بیاید این سم دیگه کلی در چی میگیری در رو هیدینگ میگیری خب باز فیس میگیرم اینه چند نفر است ایرا کاونت میکنم ایرا هم چی گرفتم در رو هیدینگ وقتی کرن میکنم این در سی آی تی که است سیونی مادر فیس است از چند نفر از 4 نفر در گروپ بای اگر شما دیده باشید اونجا تمام نشان میدهد که در سی آی تی که فیس آمده از چند نفر این نشان نمیدهد که کی است این 4 نفر نمی کراس تاب اصلا اگر چه نفر زیادی کنه میگه بیا تا کلام هی خودی زین است تفارم کرده جوړو نه دش نه دا خو بیا موږ نه جوړو وغه باندې جوړو کنه او وغه بیا نه جوړو دا صرف د لپاره د مثال پرنٹ نشي کېدل لګان دا کدا اوس هم زیات دي کسان زیات دا ګوري دا اوس هم زیات صرف د دې پرنٹ اوټ لپاره نه د دې لپاره صرف دلته موږ وګورو صحیح ده مثال په شایټي کې دوه پیس راغله څلور نه پرې څوک دي علي ده کمال ده کریم ده سلیم ده هم پیسونه معلوم شو هم د डी आई टी د डी एल یک پیسه آمده از 3 نفر کی است از 3 نفر اکرام است جمال است یعنی دیگه عبید است دیگه هیچ کس نیست یعنی دیگه مطمئن می باشی شما د डी आई टी یعنی یک نفر اسد دیگه کوشش قرآن کی کوشش ہوئی کسای اساسا فدا کنیم که رو کلام است دیگر کلش کتی گروپ با یک است مگر دو چیز که امکان نداره که چیزی است است همین موقعی که پاس که در گروپ با اونجا باز کالم هیدینگ نبود اونجا آل دیگه چی نبود کالم هیدینگ نبود گوره موږ تاسو وایي چې څنګه چل دا خو کرو زیات شي دا خو جزئیات لپاره ده دا مثال لنډ مثال موږ د فیس لپاره کوو یو میاشت پورې موږ کوو تر یوې میاشتې پورې تاریخ لیکو نو هر چا چې په میاشت کې په هر میاشت فیس ورکړی کال دی کنه ورګوري فکر وکړئ چې تاسو پروګرام یو کلن ده چند سال یک سال است حالا د یک سال چند ماه نو 12 ماه پروګرام ته جوړوم زه هر چا چې هر میاشت هغه ورکړی فیس معلوم وي چې احمد د جنوري ورکړی د فبرवरी صحیح ده دا رقم ته اوس وګورئ همین جمعی خواهیم چی باشه ادمیشن دیت صحیح است مگر ادمیشن دیت چی باشه دا وای باشه وای چی تو ای کار تو ای یار تام لکس روزه خوالی دا نو قرآن دیر تازه چی دا؟ رنگ خدا رقم داده دلک بیخی شی خوره یزم زک پو موضوع خوری خواه علی یو 2015 خواه دلتا مگه چی وارو کنه گوره میاس وارو کنه چی وارو میاس زکه دی میاس معلومه دی کم میاس داخله کرده جنوری صحیح دی ټول مثال په تور
امی کلش کپی میکنیم. ببینید که امی سیستم چیک سمجور میشه. کپی پیست پیست و پیست و پیست پیست و پیست. این کلش چی است؟ علی. امو علی که بود 2015 از مای دوم هم داخل. چا؟ علی. فادر ایمی نشتن. کم پروگرامی ہوئی علی سی آئی ٹی دا سی آئی ٹی آفیس ولا نه صحیح اوس راځو کوری چی است پروگرام اینجاست ادمیشن و اینجاست فیس این کراس تاب کلیک میکنم. ای باید گروپ شو رو ای باید د کالم بیاید. خب وی هم د ویلیو ای چی شو سم شو ای هم د چی بیاید د ویلیو بیاید. وقتی که را ما رن میکنم خب یه منو صبر کن. د سی آی تی ای کافی آمده د چی د ای اصلا چی است؟ مای جنوری است. د چی اصلا که جنوری ده و د فبروری همه کافی آمده. ولی چرا اینجا یک سم نشان داده؟ شما بیا اینجا دبل دات فرمت چی کاما پس من همین مثلا از کدام میشه. خب ببینی خیره خب ما خونه گفتیم که نکردیم اونجا باز برو. علی ببینی اونجا مسئله بود بس چوب سی بس خون لگه ولا رسید. امو از اونجایی که چی شد اینجا ببینید در کوری ویزارد که میای امو کراستاب کوری اینجا چی است؟ ویزارد است. خاص به خاطر همین مشکل تاریخ ای ویزارد جور کرد. اونجا تاریخ فارمت نمیشه. فارمت شد مگر بعد کار نمیکرد. دا کراستاب کوری ویزارد امو که تماس مثل امو است مگر خاص به خاطر چی؟ همین مشکل تاریخ که رفع شده دمی است. ببینید. اوکی؟ خب از کدام تیبل میخوای کراستاب کوری جور کنیم؟ از تیبل اینا. خب صحیح است. نکست میکنم. اینجا چی آمده؟ اول ما میخوام که اینا ایدر رو هیدینگ باید بیاید. صحیح است. خب باز نکست میکنم. باز چی است؟ کالم هیدینگ. کالم هیدینگ چی بیاید؟ دیت آمده مگر امی دیت چی میخوایم؟ منت. نکست و یک چیز مانده فیس و دیگه سم میکنی کانت میکنی هر چی که میکنی میخوام که سمش کنم. ببینیم همون مشکلی چی اینجا حل شده. خب خیلی مده داره در کمی از پر رای دسامبر پر خود جور شده. حالی اینجا چی است؟ سی آی تی توتالی که پیس آمده جنوری کا د فبروری کا دیگه وسو پوشو کنه پیشتر این مشکل حل نمیشه اونجا. چرا؟ ما پیشتر گفتم دیگه اما کوری است هیچ نیست. این مسئله این کوری ویزارد که جور کرده کراستاب خاص به خاطر که مشکلی چی حل شد؟ دیت حل شد. بپوی خوشوی کنه همین مسئله است. خب میایم دیگه پیش گپای چی هست؟ خب دیلیت کوری. بعد کوری از نام هم معلوم میشه که چی هست. دیلیت کوری توسط این میتونم از تیبل ریکارد چی کنم؟ ریکارد ما یکم دیلیت کردم میتونم یعنی کنترل ای دیلیت. یعنی تو امکان داره شما یک ریکارد مشخص دیلیت میکنی و رستور میکنی. هستم شما فهمیدی که دیلیت کوری به خاطر چی استفاده میشه؟ اینجا میایم نوتپد
delete query is used to delete records from table. چطور کار میشه؟ اینو دیلیت میکنم. create وقتی که شما دیلیت کلیک میکنید اینجا چی میاد؟ کرایتریا هست و اینجا دیلیت. وقتی که رن میکنید تمام ریکارد دیلیت میشه. خب چی میشه؟ تمام ریکارد دیلیت میشه. ریکارد هست یعنی چی؟ چرا دیلیت نمیشه؟ چی که پاس ولا؟ از کامپیوترم روزاست که چی هست بخیر؟ چطور امکان داره که ریکارد دیلیت نمیکنم؟ این آوردم دیلیت اینجا رن میکنم. You are about to delete صفر row from criteria where همه database روزه گرفته خواهی چکی بود خیر دو کالم والا टेबल जोड़ में करूँ किसी कार शो तनहा में थ्योरी रूफों सजेशन line number name job employee Ali Wali Khalid Karim Amor ये डॉक्टर अस ये ड्राइवर अस ये आदमी अस ये आल शुमाई जमे क्रिएट क्वेरी जोड़ में करूँ है ना ببینم میگم کار میکنه هیچ کدوم چیز نو نیستیم ما فهمیدیم که روزا بود خب دیلیت وقتی که رنش کنیم 4 روز کدام کار نکنیم ما فهمیدیم که روزا از خرابش میکنه اگه یس کدی تمام ریکارد از टेबल چی میشه دیگه شما اینجا کرایتریا دارید کرایتریا دیگه میفهمید که شرط داره میدونید کدام ریکارد دیگه چه چی اینجا میام أطول مثال enter employee number indicate enter employee name إما سيف میکنم delete record علی ضرورت نداره که شما اول टेबल واز کنی باز پشتش بگردی که کی است و باز نه میخوام که کی ریکارد کمال delete yes نمبرش چند است نامش چی است علی اگر ببینی ریکارد کمال به تو پرستاده کمال ریکارد است او برادر ما بیشتر گفته بودم که ای کیوریا که است اینجا ما از استفاده نمی‌کنیم اینجا تنها ای جور میشه استفاده در کدام جای میشه ای را که باید تان کار میکنه یاد نمیگیره خب پس هم شما میاد ببینید نه اصلی کار از کیوریا خود میشه میباشه ای فارم است اینجا تمام کار شما اینجا میباشه ریکارد انتری کردن ریکارد سرچ کردن دیگه هر چی کاری که تان است استاد بسنگ پولیش چی دا کیوری باید نو جوړه چې فارم کې مونږ خو ته اوس ریکارډ ډیلیټ کړئ کنه ډیلیټ کړئ دا خو صحیح ده نو د سوال دی کله کله ګل مرجان څنګه نور نور دا رقم ته ټول رقم دا رقم ته ته پوي کنه وګور دا ضرورت ده دا ضروري امکان لري دا ضرورت ده وګورئ ته خدای پاک دماغ ورکړي صحیح ده او دلته ته یو مشکل سره مخ کېږي ته نو تستی دا دماغ کار کوي څه باید وکړم د مشکل نه ځان خلاص کړم ګور چاته زنګ وکم پټ سم مقابله ور سره وکم پولیس ته اواز ورکم ګور د شي دماغ کوي نو دلته چې کوم دا نو دا یو کار چې کوي نو تاسو دا مشکل په څه باید حل کړم کیوري باندې په کوډ باندې څه باندې خزغونی سوال نه کوي نو څه نو روزه خیر ترتیب وسره د خزغونی سوال نه باندې کوي خام نه استاد باید نه پوښ دا ګوره دا ګور دا بٹن جوړوم delete دا لکه موږ تاسو په ورډ کې هغه لور بٹن لور دا بٹن چوز هغه string is equal to are you sure you delete yes no if a is equal to then set warning dot open query نام query چی بود
delete record این همه چی است؟ کیوری است dot record means that ما شما کیوری جور کردیم از او کیوری اینجا استفاده میکنیم او خب بیخی نشان نمیده پت می باشه رو این اینجا می باشه خب این دلیت تایی است نه کنم چی دیوانه خونی است بیتون چیز کنترل کنم یس اینه اونجا پارامتر داده بودی اون پارامتر کجا آمد اینجا آمد آیدی یک نامش کی است علی ریکارد آیدی کجا رفت این دا کیوری چی تا جور است کجا جور شد و کجا از او کار گرفته شد پوه شد یه خود که اینجا چیک سم آمد ایرا یه جاد نمیگیر پس هم بتانه خب اصلا گاپیش چی است این می باشه خب دیلیت دیگه شرط است با یک کالم شرط میتی با دو با سه با چهار هر چی که دیدید باشه اور دیگه جور کردن میتونی بدی کیوری بنده با ده بیخی موضوع بوده بیل موضوع ده آده اسکیول دخل دی اسکیول است دیگه با انشاءالله سبا کار کنی چی یونیم کار کی از اینجا شروع تا اینجا کلش مربوط چی است اسکیول است انشاءالله یک 4 روز یا 3 روز 5 روز شده می کار میکنم که شما بلد شوید در اسکیول هم شروع که بسیار ضروری است دیدی که به انشاءالله که زندگی رو بیا سبا کار کنم Yeah,